الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، از سخنان زیبا و ارزشمند مهمان بسیار ارزشمند و گرامی ما جناب استاد تفسیر جناب مولانا گرگیج حفظه الله تعالی و رعاه، که به مناسبت در گذشته حضرت مولانا دین محمد رحمه الله تعالی تشریف آوردند که هم به شما تسلیت بگویند و هم به مردم عزیز کورین و اون منطقه و هم به فرزندان و همکاران و اساتید علما، مخصوصا شورشادی مدرسه دینی جناب مولانا رحمه الله تعالی رحمتا واسعه، که در گذشتشان واقعا یک جایت بسیار سنگین و بزرگی بود و یک عالم درویش و یک عالم واقعا نویسنده، اهل کلام و اهل تحقیق و اهل مطالعه در گذشتم و با الله تعالی آسان هست که الله تعالی به ما عوض عنایت کنند و بهترین عوضها را الله تعالی به جامعه ما، به ملت و مردم ما عنایت کنه. چون مولانا از خانواده نرفتند، از فرزندان نرفتند، از همه ملت رفتند و سرمایه همه مردم بود، سرمایه بزرگی در منطقه بود از لحاظ علمی و هم عملی و یک انسان خیرخواه و دعاگو از دست دادیم و الله این ضایعات را جبران بگردانه برای مردم ما و بعد ازشون الله تعالی ما را، جامعه ما را به فتنه ها گرفتار نکنه و به آزمایشات گرفتار نفرماید. پایان وقت هست و به هر حال چند جمله عرضی داشتم در رابطه با به هر حال مسئله روز و امروزه به هر حال مسئله بودجه سال آینده مطرح است. سال 1405 که رئیس محترم رئیس جمهور به مجلس عرضه کرده است و منتشر شده این بودجه و من هم کارشناس نیستم که مسائلی در رابطه با بودجه کارشناسی عرض کنم، ولی از یک ابعاد دیگری بودجه که کم و بیش ارائه کردم و نظر کردم کلمات عرض می کنم و امیدوارم که مفید واقع بشوند. اول اینکه در تمام تخصیص اعتبارها برای هر ارگان و نهاد و همه به هر حال سازمان های مختلف تقریبا اضافه 20% کمتر و بیشتر در نظر گرفته شده است در بودجه، با توجه به تورم و گرانی، با توجه به بی‌ارزشی پول و ناکارآمدی پول، این اضافه در نظر گرفته شده است. اعتقاد ما آنه که به جای آن که اضافه در نظر بگیرند، تا اگر اضافه 30% باشه و 50% باشد هم این فایده چندانی نداره و مشکلی را حل نمی کنه، چرا که تورم
سرعتش بیشتر از این اضافه است که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. تورم بسیار سریع و شدید و بی‌ارزشی پول هم بسیار سرعت دارد و الان پول به کجا رسیده ارزشش و هر روزی که بلند بشید از خواب و نگاه کنید تا پول ارزشش پایین‌تر رفته در مقابل ارزهای خارجی، در مقابل همه ارزهای خارجی سقوط کرده است و نتیجه فشار وارد میکنه به بازار، به همه طیف‌ها، شهر و روستا و تورم بالا میبره، گرانی را بالا میبره، شرکت ها را متضرر و شکسته میکنه، کارخانه ها را و تجارت را ضربه میزنه و در تمام کارهای کشور بالاخره تاثیر منفی میگذاره. این مردم سردرگم، پریشان و نگران میگرداند و لحاظا بهترین مبارزه به جای اضافه بودجه در نظر گرفتن اضافه بهترین راهه که مبارزه بشه با تورم پایین بیاوریم، گرانی پایین آورده بشود، ارزش پول را برگردانیم و اگر ارزش پول برگرده و تورم بالاخره سیر برعکس طی بکنه، پایین بیاید روز به روز و این میتونه که به هر حال امیدوار کننده باشه، مردم امیدوار میشوند و مایوس نمیشوند و احساس بنبست نمی کنند و بهترین صورت همینه که بالاخره با سیاست های درست میتوانیم که تورم برگردانیم، گرانی پول و بی ارزشی پول را برگردانیم در مقابل ارزهای خارجی و این در دو صورت به نظر ما امکان پذیر است، راهکاره و هم در سیاست های خارجی را تعدیل کنیم بیشتر و با مذاکرات جلوی جنگ هم گرفته بشه که این روزا سرصدای جنگ و حرفهای جنگ خیلی زیاده. سیاست گفتگو و مذاکره و با یک سری نرمش در این سیاست ها و تعدیل در این سیاست ها میتوانیم که بالاخره از جنگ هم جلوگیری کرد و هم از سقوط پول و هم از تورم و گرانی هرچه که در طبل جنگ از طرفین هر طرف بکوبد به هر حال تورم بالا میبره و بی ارزشی پول بالا میبرد و اینها با البته مذاکرات چیزی است که باید دو طرفین از جنگ، هر دو طرف از جنگ پرهیز بکنن، چرا اگر جنگ برای ایران ضایعات داره و نقصان داره، برای طرف مقابل هم نقصان داره، برای اسرائیل داره، برای امریکا داره، برای دیگران دارن و لحاظا هر دو طرف باید نرمش نشان بدهند در مذاکرات، در گفتگو و به هر حال این برای همه مفید میشه، برای منطقه مفید میشود و معتقدم خیرخواهانه که بسیاری از شعارهایی که ما در گذشته دادیم و در ایران داده شده است، ما اگر شعارهای تند مقداری به هر حال در این شرایط باید یا هر شرایط دیگری ما از اون حرفهای تند، نظرات تندن به هر حال اینها را که دشمنان کشور را حساس میکنند و بیشتر تحریک میکنند، این شعارها، این حرفها یا سیاست های تند را باید ما تعدیل بکنیم. البته اینا شاید زیاد سیاست نباشند ولی حرفها یک سری افرادن، اون افراد هم در مراکز قدرت قرار دارن، افراد معمولی و عادی نیستن
بالاخره یک وقت میبینی از مجلس چنان صدای بلند میشه، یک وقت میبینیم که از بعض مقامات چنان صدای بلند میشود، مقامات نظامی هستند یا مقامات سیاسی هستند. به هر حال این حرفها که تحریک میکنند طرف مقابل را و بالاخره مشکلات درست میکنه و به ضرر ملت و کشور تمام میشود، از این مسائل باید ما کوتاه بیاییم و این میتونه به هر حال امید ایجاد کنه از دو طرف و بالاخره مقداری و کاهش پیدا بکنه این مسئله. و دومین نکته که خیلی هم حیاتی و حساسه، سیاست‌های داخلی هستند که در داخل ما هم در سیاست تعدیل ایجاد کنیم و اظهار نظر را از مردم ایران، شهروندان ایران بیشتر گوش کنیم و تحمل کنیم و حرف مردم را بیشتر بشنویم و انتقادها را، انتقادها مخصوصا که سازنده هستند، این انتقادهای سازنده را تحمل کنیم بیشتر و به هر حال از بازداشت افراد و یا بعض مسائل که قابل تحملن و بیشتر قابل تحملن، باید تحمل و ظرفیت ها را بالا ببریم و این مسائل تحملمون بیشتر باشه. بالاخره یک جایی مراسم فاتحه خوانی است و یک جایی بعضی به قبر جمع می شوند و قبر در گذشتگان و اونهایی که بالاخره ضایعات دیدن و اینها را باید تحمل کرد. ما هرچه تحمل بالا برده بشه در داخل کشور برای مردم خود ایران، برای شهروندان ایرانی، این به نفع و به خیر و به صلاح و همچنان هر اندازه نرمش و تحمل را در سیاست خارجی به کار ببریم، مایه این میشه که بالاخره هم تورم جلوگیری بکنه، هم سقوط ارزش پول جلوگیری بکند و بالاخره این مسئله است که واقعا مفید خواهد بود و به خیر و صلاح خواهد بود. فضای انتقاد و سازنده، فضای گفتگو و فضای تحمل برای اظهار نظرها و این مسائل هرچه بالا برود، ظرفیت بالا برود، همانطور ظرفیت کشور بالا میبره، ارزش پول بالا میبره و بر ارزش بالاخره و تورم پایین میآورد و گرانی را پایین میآورد. الان تمام اصناف پریشانند و تمام طیفها نگرانند و نگرانیشان روی همینه که این تورم یک جای متوقف نمی شود، بیارزشی پول متوقف نیست و لگام گسیخته است و داره روز به روز بالا می رود. امیدوارم که مسئولان در این باره فکر کنم بیشتر و مزید و بودجه‌ای که اعتباراتی که برای حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی در نظر گرفته شده و برای بعض ارگانها بودجه های کلان در نظر گرفته شده یا اضافه بودجه را اضافه کردن در سال جدید. توصیه ما آن است که حوزه های علمیه و مراکز دینی و نهادهای مذهبی به هر حال از بودجه دولتی و بیت المال استفاده نکنند به نفعشونه، بلکه اتکا یه حوزه های علمی و مراکز دینی باید به الله تعالی باشد و توکل بر الله کار کنند و اتکا به مردم بکنند و مردمی بودنشون را از دست ندن و اینها باید در کنار مردم باشند. علمای کرام در طول تاریخ در کنار مردم بودن، مردمی زندگی کردن، مراکز علمی، مساجد و حوزه ها هم در کنار مردم بودن، مردم در کنار اینها بودن و لحاظا ما از مردم نباید جدا بشیم و همان اندازه که مردم فرصت دارن برسن
به همه اندازه ما فعالیتمون را تنظیم بکنیم، همه اندازه فعالیت بکنیم. گاهی یک فعالیتی که در سطح پایین تره بهتر جواب میدهد از یک فعالیتی که بودجه کلان دولتی بگیریم و شاید جوابی هم به اون صورت نگیریم. ولهذا توصیه میکنیم به استقلال حوزه های علمیه و الحمدلله ما اینجا همین رویه همین بوده و بسیاری دیگران که از بودجه دولتی تا حالا استفاده نکردیم و آینده هم کس نیست استفاده بکنیم و ما معتقدیم که به هر اندازه که مردم رسیدگی بکنند در همان خیر، در همان برکت، همان مایه پیشرفت و ترقی می شود. و روی این هم یک سیاست در حوزه هاست، استقلال حوزه ها و استقلال مراکز دینی و وابسته نشدن به هیچ حکومتی، به هیچ نظام، ولو اینکه نظام اسلامی هم باشد، ولی استقلالشون حفظ بکنن تا بتوانند بالاخره به وظیفه امر بالمعروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه و اصلاح حکومت دولت در هر زمانه وظیفهشون عمل کنند و بهتر وقت مستقل باشن میتوانند عمل بکنن. و باران رحمت الله تعالی به هر حال بندگان الله منتظر بودن، دعا کردن و پریشانی را تحمل کردن و الحمدلله باران آمد و رحمت آمد در منطقه و هنوز بسیار نیاز بیشتره برای آن که آبها خشک شده و بالاخره بسیار جا باغات خشک شدن، دامها از بین رفته و این دامهای باقی مانده و کشاورزی حفظ بشود نیاز به باران رحمت مزید هست و ما امیدواریم که در رحمت باز شده و انشالله باران پشت سر باران بیاید برای کشور، کل کشور، برای کل منطقه و همه جا این باران فراگیر باشه و بگیره به امید رحمت الله تعالی. و لحاظا بر ما لازم است که شکر خدا را به جا بیاوریم. امروز با اول می گفتیم اینا که جمعوری کمک برای مسجد جامع راست است که مولانا نقشبندی مدتی که به زندان رفتند این کار مسجد تعطیل شده و الحمدلله الان آزاد شدند ایشون مولانا کوهی و بتوانند این مسجد تکمیل کنند و لحاظا نیاز به کمک داشتند و فرمودند که توصیه بشم مردم زاهدان و استان به این که مسجد جامع راست را به تکمیل برسانند. انشالله دست بالا بگیرید، کارتخانه آوردند و می آورند و جمعوری کمک کم داره تا بله جمعوری هم هست و به هر حال دست بالا بگیرید و به این اجزان کمک ارزشمنده، مسجد کار زیاد داره. ولذا شکر الله هرچه که اضافه باشه شکر پروردگار نعمت را مزید میکنه و ما از اینکه رحمت های الله درهای رحمت خدا باز شدن به هر حال خوشحالیم که انشالله این تنها یک دری نیست، در رحمت، باران رحمت در بزرگی است و در عظیمی است، ولی درهای دیگر هم الله تعالی باز بکنه و مشکلات را و مصائب را و همه گرفتاری ها و فشارهای زندگی را از سر ما، از سر ملت ایران، از سر همه ملت های که تحت فشار زندگی می کنند با مشکلات زندگی می کنند، همه مشکلات الله تعالی مرتفع بفرماید و با الله تعالی آسانه و الله تعالی آینده روشن و بیاره برای کشور ما خصوصا همه جنگ ها و همه خطرات و تهدیدات را الله تعالی از ملک ما دفع کنه و الله تعالی درهای خیر و رحمت و مهربانی را باز بکنه در کشور ما و مهربانی الله و رحمت خدای رحیم و مهربان
میتونه تمام دردها را دوا بکنه و تمام مشکلات حل کنه و درجات حضرت مولانا دین محمد رحمه الله را بلند و بالا ببره و همه گذشتگان الله تعالی غریق رحمت بگرداند و تمام مریضان الله تعالی شفای عاجل و کامل عنایت کنه و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.